این واقعه اخیری که چند روز قبل صورت گرفت، ما از همه قبل با ورثای شهدایی که در این واقعه شهید شدن و با زخمی هایی که اونا زخمی هستن فعلا در شفاخانه هستن، با ورثا و با اقارب از اینا از ته دل از طرف خود و از طرف تمام منصوبین وزارت خارجه تسلیت عرض میکنم. ما از عزیزا و دوستا و دیپلماتای جوان ما، متجرب ما، دیپلماتایی که سالها تجربه کافی داشتن، اونا را ما امروز در مجلس خود نداریم، رفتن و به حضور خداوند رفتن. خداوند او دنیا را برشان خوب بکنه، خداوند بالایشان رحم بکنه و ما امید از این را داریم و ما انشاءالله به می عقیده هستم که خداوند امروز از اونا معامله خوب کرده و خداوند برکات از اونا را و علمیت و توفیق که اونا در راه خدمت به وطن کردن او را در اقاربشان، در اولادایشان و در کسایی که از اونا در عقب ماندن بالای از اونا بگذارن. اما برادرایی که امروز دیروز پریروز پیش ما رفتن، اینا واقعا کسایی بودن که شاید ما بدیل از اینا را در این نزدیکا پیدا کردن نتانیم و خود ما دعا میکنیم که کسایی که باقی زنده هستن که مخالگاه از اونا را پر کنن و بر از اینا طول حیات و زندگی آرام را برشان بتن. برادرای محترم، در این جای شک نیست که برادرها شهید شدن و شهید خالص بودن. امروز جوانایی که در بین ما نیست و کسایی که اینجا است شب و روز دمی کار هستن و خدمت از این وطن میکنن و این شما فکر نکنین که یک کسی میای صبح حاضری را امضا میکنه دیگر یا پیشین پس میره و ماموریت خود ادا کرد. نه، این خدمت به خلق مردم مسلمان است، این خدمت به مخلوق خداوند است. خداوند هر لحظه از ایره، هر دقیقه از ایره، هر ساعت از ایره در ترازوی نیکی شما خواهد انداخت و این یک سرمایه خواهد بود که در آینده برای شما به کار خواهد رفت.